آخوند رافضی رسول الله صلی الله علیه و سلم را ترسو معرفی می کند. در حجة الوداع خدا میفرماید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. آخرین واجب رسالت تعیین و معرفی وصی. پیغمبر رسمش نبود اینطور زیر بار نره، هرچی خدا دستور میداد سمعا و طاعه. این چیم این بار چرا؟ مسجد خیف یا ایها الرسول بلغ، باز خبری نیست. بابا حج تموم شد، مردم کاروانها تمام مسلمونا الان به شهرهاشون بر میگردن، میان راه باز خبری نیست. یه 3 راهی 4 راهی که اینجا دیگه یه دونه اتوبانه، یه دونه راهه، اما رسید به 4 راه، یکی میره یمن، یکی میره شام، یکی میره عراق، یکی اینجا دیگه نه. خدا فرمود ایست، از جات حرکت نکن. شاید خدا در تمام 23 سال عمر رسالت با پیغمبرش اینطوری دیگه صحبت نکن. گفت کجا داری میری حبیب ما؟ ممنونیم، نماز، روزه، حج و همه، اما اینا تمام بدن بود، بدن بیروح که مرده است. ما که دینمون مرده نیست، ما عقیمو میخوایم، قائما میخواهیم، حیات میخواهیم، زنده و زندگانی میخواهیم. یه بدن رو ساختی مرده، کجا داری میری؟ روحش چه شد؟ روحش چیه؟ روحش ولایته، روحش خلافته، روحش وصایته، روحش تعیین ولی امره. کجا داری میری؟ و ان لم تفعل چی؟ فما بلغت رسالته. اگر معرفی نکردی وصی و تمام 23 سالت همه هیچ. بینندگان گرامی، مشاهده نمودید که این آخوند رافضی چگونه به رسول الله صلی الله علیه و سلم اهانت نموده، ایشان را در تبلیغ رسالت نعوذ بالله ترسو و خائن معرفی می‌کند و میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم چند بار دستور الهی را نادیده گرفت، مسئله ولایت را در حجة الوداع اعلان نکرد، در مسجد خیف اعلام نکرد، تا اینکه به غدیر رسید. آنجا الله متعال بر او خشم گرفت تا مجبور شد اعلان کند. خداوند در مورد کافران اینگونه فرموده است: یا حسرة علی العباد ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون. دریغا بر این بندگان هیچ فرستاده‌ای بر آنان نیامد مگر آن که او را به تمسخر گرفتند. این در حالی است که الله متعال پیامبرش را اینگونه معرفی نموده می‌فرماید: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. به راستی پیامبری از خودتان به سویتان آمد که رنجهای شما بر او دشوار است و به هدایت شما اشتیاق وافری دارد و نسبت به مؤمنان دلسوز و مهربان است. بینندگان محترم، بعد از اینکه آیه اليوم اکملت لكم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لكم الاسلام دینا، امروز برای شما دینتان را کامل نمودم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و اسلام را برای شما به عنوان دین پسندیدم، نازل شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع در میدان عرفات در حضور همه مسلمانان در خطبه مشهور و تاریخی خود تکمیل دین را اعلام نمود که تمامی تاریخ نویسان آن را به تفصیل بیان نمودند. اما غدیر حدود 200 کیلومتر از مکه فاصله دارد. در آنجا کسی جز اهل مدینه همراه کاروان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود. آن حضرت در سایه درختان و کنار آب غدیر اردو زد و به خاطر رفع کدورتی که بین علی رضی الله عنه و بعضی از همراهانش در مسیر یمن رخ داده بود، دست علی را گرفت و گفت: هر کس مرا دوست دارد علی را دوست بدارد. این آخوندها از بس که تناقض‌گویی می‌کنند
گاهی میگویند رسول الله صلی الله علیه و سلم در کنار بیت الله امامت علی رضی الله عنه را اعلان نمود، گاهی میگویند در میدان عرفات اعلان کرد و در غدیر تکرار نمود. و این آخوند میگوید رسول الله صلی الله علیه و سلم از ترس چیزی نگفت تا اینکه الله بر او خشم گرفت و ایشان مجبور شدند در غدیر اعلان نماید. همچنین این آخوند نماز، روزه، حج و دیگر احکام دین را که الله متعال در مورد آنها 10 آیات قرآنی نازل نموده است بدن مرده می نامد و ولایت مزعومه ای را که الله متعال در مورد آن حتی 1 آیه قرآنی نازل ننموده است روح دین می نامد. اگر واقعا این ولایت مزعومه روح دین می بود، چرا الله متعال در مورد آن 1 آیه صریح نازل نکرد تا امت در این مورد دچار اختلاف و سرگردانی نشوند؟